چالش 10 روز 10 غذای رژیمی. روز اول احتیاج داریم به کدو سبز و هویج. کدوها رو که دوستشون شکلی میگیریم با پوستکن. من اینا رو قبل شسته بودم، واسه این دیگه بعدش نیاز نیست بشوریم. حالا برسیم به هویجا میگم نازکه. دیگه امیرعلی نفس رفتن مهد و مدرسه، بعد دیگه من وقتم آزاد شده، یعنی صبح قشنگ میتونم به کارهای آشپزیم برسم. فکر کنم همه مامانا اینجوری کلی وقتشون آزاد شده و میتونن به خودشون کارهای خونه برسن. حالا قراره چند تا غذای خیلی خوشمزه بهتون آموزش بدم که همگی با هم درست کنیم، هم تغذیه برای بچه ها، هم غذاهای رژیمی و غیر رژیمی ساده که تو خونه همه پیدا بشه. اصلا غذاهای پیچیده و سخت نیست، همش ساده. اینم یه غذای خیلی خوشمزه رژیمی و ساده است که هویجو، یه 3-4 تا دونه هویج، 3 تا کدو سبز، 2 تا تخم مرغ، نمک و فلفل و پنیر پیتزای رژیمی میخواد. میتونین از هر رنده ساده از این چند تایی‌ها و از این رنده برقی استفاده کنین. من میخوام امروز از رنده برقی استفاده کنم. اینو چند سال پیش خریده بودم برای جهازمه، ولی استفاده نکردم. بریم برای اولین بار ازش استفاده کنیم، ببین چجوری. امیدوارم که ضایعمون نکنه. نه خوبه، آفرین. چه سریع 2 سوته رنده میکنه. ببین چی شد، خیلی خوبه ها. نمیدونم چرا ازش استفاده نمی کردم. آره این سراغ هویجه، ولی خوب رنده کرده. ببین چه قشنگ شد، ببین چقدر خوب شد. وسیله خوبیه خدایی. هویجان خود حیاتیده است. این 2 تایی هم بذاریم. ای وای، دیگه این اتفاقات طبیعیه. این غذای ساده و خوشمزه با ایر فرایر درست میشه. داخلشو کاغذ روغنی میذاریم. مال من سبدش یه خورده کوچیکه، باید از این سایز بزرگاش بگیرم. این سبدش خیلی کوچیکه، ولی خب یه وسیله‌ایه که خیلی کاربردیه. واقعا به بهترین شکل میتونین آشپزی کنین. یه کوچولو تهش روغن میریزیم. خب اول کدو رو اضافه میکنیم. چقدر هم خوب رنده کرده، چه خوشگل شدن. من خیلی خوشم اومد. اول کدو رو اضافه میکنیم، پخشش میکنیم، بعد هویج. اینقدر که ایرفرایر من کوچیک سبدش،
خیلی اومد بالا. من باید کم میریختم ولی حالا بریم ببینیم چی در میاد ازش. بعد تخم مرغ، 3 عدد تخم مرغ و نمک و فلفل هم بعد اضافه کنیم. مخلوطش میکنیم. و خوب مخلوط میکنیم. روش هم پنیر پیتزا. به این صورت به همین راحتی انقدرم خوشمزه میشه. حالا میره داخل ایر فرایر میذاریم دمای 200 رو دمای 200 20 دقیقه میره که ببینیم چی در میاد. بریم مرحله جذابش ببینیم چجوری شد. خودم خاموشش کردم. اوه چی شد؟ به به ببین شما رخ کارو. حالا بذار درش بیارم نشونتون بدم. بچه‌ها شما ببین چقدر این جذاب شد. یه پیتزای هویج و کدوی فوق‌العاده خوشمزه و رژیمی و خیلی هم سریع آماده میشه. طعمش بی‌نظیره. حتما درستش کنین.